بازم خوش آمدید در ادامه برنامه آداب تلاوت قرآن و حقوق قرآن عظیم شأن در ماه مبارک رمضان هستیم و درس های رمضانی است. ما تلاش کردیم با همکاران عزیز ما که بیشترین قسمت های برنامه های رمضانی را در فضای سبز و کنار آب و لب دریا داشته باشیم، به خاطر که تشنگی عزیزان ما کمتر بشه و بیننده های ما لذت بیشتری ببرند از دیدن این برنامه ها. ببینید آداب تلاوت قرآن در این قسمتی برنامه گفته شد. حالا می‌خواهیم که حقوق قرآن بالای یک مسلمان، چون ماه مبارک رمضان است، ماه قرآن است، همه ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که در این ماه حداقل یک ختم قرآن عظیم شأن داشته باشیم. چه خوب است که بهتر بدانیم، آگاهی کاملتر و بهتر داشته باشیم در مورد بزرگترین کتاب در روی زمین، کتابی که از جانب الله سبحانه و تعالی برای نجات انسانیت نازل شد. ببینید عزیزان من، قرآن چند تا حق داره یا مسئولیت ما در برابر قرآن چند چیز است. یک، ایمان به قرآن. این جمله خیلی مهمه، گفتنش آسان اما معنایش یک دنیا را در بر میگیره. ایمان به قرآن به این معنا که از اول قرآن تا اخیر قرآن هر چی هست کلام الله، لفظ قرآن و معنای قرآن از جانب الله است. سبحان الله، هیچ شک و تردیدی در این کتاب نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه. به این میگن ایمان به قرآن. یعنی ایمان نه اینکه خدای ناکرده مثل یهود و یا مثلا اسرائیلیا بنی اسرائیل باری که با قسمتی از کتابهایشان باور داشتن، قسمتی دیگریش قبول نداشتن. این قضیه یهود هم این کار کردن، مسیحی هم این کار کردن، انجیل خدا را تحریف کردن، تورات تحریف کردن، جاهایی که ظاهرا به نفعشان بود و مورد مطابق با ذوق و سلیقه‌شان بود قبول کردن، جایی که مخالف به اصطلاح برداشت‌های خودشان بود و رد کردن، تحریف کردن، جایش دیگه چیز نوشته کردن. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. وای بر اون دستانی که کتاب خدا را تغییر دادن به بعد ثم یقولون هذا من عند الله، گفتنی از نزد الله هست. به اون لحاظ است که مسلمان ها هم امروز میبینیم که عده‌ای کسانی پیدا میشن که با قسمت از آیات قرآن باور دارن، قسمتی دیگرش با بهانه ها رد میکنن. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیا شما ایمان میآورید به قسمتی از این کتاب به قسمتی دیگرش کفر می‌ورزید، در حالی که همش کتاب خداوند است؟ تمام این کتاب رب العالمین است، از جانب الله نازل شده. به اون لحاظ بحث ایمان به قرآن چند چیز را شامل میشه. یکی که کل قرآنی که امروز در دست دارید از جانب الله است، بدون تحریف و تغییری یک کلمه به ما رسیده. دومش که لفظ و معنای این قرآن از جانب الله است. سومش که بدون کدام دستبرد یا دستخورد این قرآن الله سبحانه و تعالی به جبرائیل به محمد صلی الله علیه وسلم و محمد صلی الله علیه وسلم به اصحابش برای تابعین به تبع تابعین، سلسله به سلسله تا که امروز به ما رسیده. یعنی به این باور هستیم که ما این قرآن کتاب خداست، پاسخگوی تمام نیازمندی های بشریت است، تا قام قیامت هم باقی است، تا دنیا باشه قرآن است. هیچ کسی هم نمیتونه درش تحریف و تغییر ایجاد بکنه و نمیتونه که این از صفحه روزگار برداره. ایمان به قرآن از جمله مسئولیت های ما در برابر قرآن یا از جمله حقوق قرآن است. نکته بعدی که قابل تذکر است یا حقوق دوم قرآن و مسئولیت دوم ما در برابر قرآن است که بعد از ایمان به قرآن یاد گرفتن قرآن است. برادران عزیز، خواهران عزیزم، بی نهایت دوستتان دارم به خاطر خداوند. بیایید تصمیم بگیریم برای یاد گرفتن قرآن. هم خود ما و هم برای فرزندانمان باید قرآن را تعلیم بدهیم تا یاد بگیرن. متاسفانه امروز خیلی از مسلمان های اندکن که قرآن با تمام معنا و مفهومش میفهمند، درست یاد دارن، یعنی کمن، در حالی که ما مسلمانی باور داریم به قرآن اصلا نسخه‌ای برای زندگی کردن ماست. وقتی یاد نداشته باشیم چی گونه زندگی میکنیم؟ موفق ترین زندگی او زندگی است که مطابق با قرآن باشه، با آموزه های قرآن باشه.
طبق دستورات کتاب خدا تنظیم بشه، این موفق ترین و بهترین زندگی است. شما وقتی نزد یک دکتر میروید براتون نسخه میدهد، میروید ادویه‌اش میدهد، یک دوستتان براتون یک نامه روان میکنه، اگر ندانید نفهمید که در این نامه چی نوشته شده است، چی میکنید؟ چی تصور میکنید؟ چی فکر میکنید؟ بنابراین الله ولی الذین آمنوا، الله دوستی انسانهای مؤمنه، پروردگار دوست داره بندگانشه. سبحان الله، در جاهای متعدد قرآن میبینی که الله تبارک و تعالی بحث دوستی خودش به بندگانش مطرح میکنه. اصلا تمام این قرآن ورق بزنی بحث دو نفر مطرح است، الله بنده، خالق مخلوق، خالق مخلوق. ما در برابر او چی مسئولیت داریم؟ او چی کار میکنه در برابر این همه نعمتی که به ما داده، این همه لطفی که در حق ما کرده؟ بنابراین باید یاد بگیریم، بفهمیم که در این نسخه چی نوشته شده و زندگی خود طبق او باید تنظیم بکنیم. شما وقتی می روید در یک فروشگاه یک وسیله رو میخرید، مثلا تلفن میخرید، مثلا ماشین لباسشویی، ماشین خیاطی میگیرید، تمام مشخصات در او درج است، همه نوشته است، برایتان میگه که این قسم از این استفاده بکنید، به این دارای خصوصیات زید. آیا الله تبارک و تعالی که خالق همه کائنات، سیارات، زمین، آسمان، انسانها، فرشته‌ها، جن، انس، همه خالق همه الله است؟ الله خالق و کل شیء، خالق همه چیز است. این همه را آفریده، برای راهنمایی اینها، برای زندگی اینها، برای بهتر زیستن اینها راهنمایی نکرده؟ حقا که کرده. قرآن کتاب راهنمایی است، هدن، هدایت است، راهنمایی است. از این چیز بخور، از این نخور، این گونه راه برو، این گونه صحبت بکو، این گونه تجارت بکو، این گونه زندگی فامیلی اقتصادی تنظیم بکن. همه چیز در قرآن ذکر. بنابراین لازم است، ضروری است مسلمان قرآن را یاد بگیره. یاد گرفتن قرآن جمله حقوق قرآن است. هم خود ما بیاموزیم، هم به فرزندانمان تعلیم بدهیم. ولی متاسفانه خیلی کم رسی میشه در ارتباط. شما میبینید برای همه علوم، در حالی که اسلام به همه علوم ارج گذاشته، ارزش قائل شده، همه علوم قابل حرمت و احترام اسلام هست، اما مسلمان باید در برابر قرآن عواطف بیشتر نشان بده، وقتی بیشتر بگذاره، سرمایه بیشتری مصرف بکنه، چون کتابی است که برش ایمان داره، باور داره با این قرآن. بنابراین به اون لحاظ است که باید ما یاد بگیریم قرآن. سومین حق قرآن بعد از یاد گرفتن قرآن، بعد از که یاد گرفتیم تلاوتش، تلفظش، فهمیدن قرآن، این باید بفهمیم که در این کتاب الله تبارک و تعالی چی گفته به ما، به بندگانش چی دستور داده. شما وقتی پالیسی قانون یک دولت رو نفهمید، نمیتونید اصلا در دولت زود با مشکل روبرو میشوید. چرا که چون نمیفهمید قانونه. وقتی بفهمید قانون، زندگیتان و رفتارتان طبق او قانون تنظیم میکنید. عین قضیه کتاب خدا را وقتی بفهمید، من معتقدم، باور دارم که جوانان ما وقتی بدانند که قرآن میگه شراب حرامه، دیگه شراب نمیخورند. عزیزان دل ما وقتی بدانند که قرآن میگه دنبال ناموس مردم نروید، دیگه نمیروند. خواهران بی‌نهایت عزیز و دوست داشتنی ما وقتی بدانند که قرآن میگه حجاب عزت زن مسلمان، شرف زن مسلمان، غیرت زن مسلمان، صلاح زن مسلمان، هیبت زن مسلمان، وقار زن مسلمان، مجد زن مسلمان، بزرگی زن مسلمان است، دیگه حجاب ترک نمیکنه. چون مشکل ما ایست، ما نمیدانیم که قرآن چی میگه با ما، فقط قرآن بس میکنیم و در جای بلند میگذاریم بس. الله اکبر. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازاتی شما را در قیامت میکند. من چی کردم با شما که اینقدر خارم کرده اید؟ در درون خانه پرگرد و غبارم کرده اید. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پاپا شکست. چون که در جان رفت، جان دیگر شود، جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود. سبحان الله.
آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لایزال است و قدیم، حرفی او را ریب نه تبدیل نه، آیت شرمنده تعویل نه. سبحان الله. این است قرآن از میشه. اول ایمان، دوم یاد گرفتن، سوم فهمیدن، چهارم چیزی که خیلی مهمه بعد از فهمیدن ما عمل کردن به قرآن. هر قدر قرآن کتاب زیبا باشه که هست، پرمعناست، پرمفهوم است، مقدس است، مبارک است، اگر برش عمل نکنیم هیچ نفعی نداره در زندگی. خیلی از مسلمان ها قرآن فقط به ثواب میخوانند، میگه بخوانید که اجر داره، پاداش داره. خب شکی نیست که قرآن خواندن اجر داره، ثواب زیاد داره، اما قرآن به خاطری تطبیق آمده در امورات زندگی. ما باید تلاش بکنیم در نکته زندگیمان قرآن تنظیم بکنیم. یک زندگی قرآنی، تجارت قرآنی، سیاست قرآنی، اصلا دو تا زوج قرآنی باشه. قرآن چی میگه همسر زن و شوهر با هم چی گونه باید باشه؟ عاشروهن بالمعروف، آتوهن اجورهن بالمعروف. سبحان الله. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، الطلاق مرتان فامساک بمعروف. همه امور زندگی رو میگه باید به خوبی باشه. احترام متقابل، محبت متقابل، شخصیت قائل شدن متقابل بر دو طرف. زندگی تا این گونه تنظیم بکنید. عمل به قرآن. اگر عمل نکنید حرفای خوبی خیلی زیاده در روی دیوارها هم نوشته است، حرف خوب ولی سودی نداره، ولی مهم عمل کردن است به قرآن. الله اکبر. من در یک جای خواندم میگه در یک زمان از عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سوال شد، خلیفه دوم مسلمان ها، کسی که شجاعت و هیبتش زبان زده همه است، یا امیر المؤمنین این همه افتخار از کجا کسب کردی؟ فرمود با تطبیق یک آیت قرآن. کدام آیت قرآن؟ ان الله یأمرکم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر. فقط با این آیت قرآن عمل بکنید با عزت میشه، زندگی سعادتمند کسب میکنید. یک دنیای از معنا و مفهوم در این آیت قرآن. الله شما رو با امر میکند با عدل و با احسان، با امر بالمعروف نهی از منکر. یعنی همه مصداق زندگی در ماحول این آیت نهفته، در محور این آیت میچرخه. من عزیزان من، بعد از این اول ایمان، بعد یاد گرفتن، بعد از یاد گرفتن فهمیدن، بعد از فهمیدن عمل کردن، بعد از عمل کردن پنجمین کاری که ما باید بکنیم در برابر قرآن، رساندن قرآن برای دیگران. این پیام روح بخش الهی رو برسانید برای همه. بخیلی نکنید، وقت بگذارید، سرمایه بگذارید، جان و مالتان برای رساندن قرآن بگذارید. آن کسی که توان داره برای رساندن قرآن از زبانش استفاده میکنه، کسی قلم داره از قلمش برای رساندن قرآن استفاده میکنه، کسی پول داره با پولش برای رساندن قرآن استفاده میکنه، کسی زور داره با زورش برای رساندن قرآن استفاده میکنه. چی زمانه انسان مبارک میشه؟ زمانی که وقتش، پولش، مالش، زبانش، قلمش، زورش همه در راه پخش و نشر اسلام و قرآن گذاشته میشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما امتی هستید که باید بیرون بشوید برای رساندن پیام الهی. ولی امروز الله بهترین وسایل داده، بهترین اسباب داده. ما از این گوشه دنیا به این قاره کوه، به این فضا و طبیعت می توانیم پیاممان را با تمام برادران و خواهران عزیز ما در اروپا، آمریکا، غرب، شرق، در همه جا برسانیم. بیایید از اینها استفاده بکنیم، جوانای ما را تشویق بکنیم، حمایت بکنیم، ترغیب بکنیم، مدارس قرآنی را تقویت بکنیم، حفاظ عزیز ما را توهین نکنیم، تقدیر بکنیم، علمای عزیز ما را، جوانان عزیزی که در عراق تلاش میکنند. شما باور بکنید به خاطر ثبت این یک برنامه
5 نفر جوان دست به کار است. اینها وقت گذاشتن، فرصت گذاشتن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، آمدن تا به اصطلاح این پیام را برای جهانیان برسن، چون که در برابر قرآن احساس مسئولیت دارن. برن عزیزان من، حقوق قرآن یا مسئولیت ما در برابر قرآن 5 چیز است: ایمان، یاد گرفتن، فهمیدن، عمل کردن، رساندن به دیگران. به یک جمله دیگه هم در اخیر اضافه بکنم که خیلی مهمه: دفاع از قرآن مسئولیت و وجیبه هر زن و مرد مسلمان. اگر قرآن ما، کتاب مقدس ما در جای توهین میشه، آتش کشیده میشه، مورد توهین و تحقیر قرار میگیره، ما من حیث مسلمان با جان و مال خود باید دفاع بکنیم. دین ما میگه نه حق دارید به کسی توهین بکنید، نه کسی حق داره به شما توهین بکنید. حتی به بت دیگران توهین نکنید. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. تربیت اسلامی یعنی این، یعنی حرمت گذاشتن بر همه باورها و اندیشه ها و فکرها و افراد و اقوام و همه نژادهای مختلف جامعه انسانی. ولی کسی هم حق نداره بالمقابل با کتاب ما توهین بکنه، با برادر مسلمان ما توهین بکنه. بنابراین عزیزان من، امیدوارم الله تبارک و تعالی این ماه مبارک، این ماه پر از فیض و برکت، این ماه پر از رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی را به خیر سپری بکنیم و از این فرصت های طلایی استفاده بکنیم. ممکن تا رمضان آینده یا من یا شما نباشیم. به هر حال این بود برنامه امروزی ما در مورد آداب تلاوت قرآن و حقوق قرآن، چون ماه قرآنی است و انشاءالله برنامه هم خواهیم داشت روی نزول قرآن، شیوه های نزول، جمع و تدوین قرآن و فضائل قرآن هم صحبت خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.